یه خاطرات یادم اومد مال سال 90 و فکر کنم 90. گفتم برای شما هم بگم چون زیاد وقت نیست، تون میگم. ما پایین مغازم پایین چهارراه خاکدید بود قبلا، همسایه آقای کتابینا آلومینیوم سازی داشتن، اونجا بودیم. یکی هم اونجا بنده خدا کار میکرد به نام عیسی خدا بنده رو الان شاید فیلمم خودش ببینه. یه روز به ما گفت بیا برو این مغازه پایینی دعا مینویسه، برو اونجا بگو من رزق روزیم کمه خرابه، یه دعا برا من بنویس. گفتم خب که چی؟ گویی چی؟ بعد بیار من کار دارم. رفتم بهش گفتم، گفت چرا؟ گفتم اینجور اسم خودت خسرو اسم مدار فلان. گفت غروب بیا حاضر دعا تو ببر. آقا من غروب رفتم دعا رو گرفتم و اومدیم دادیم دست این آقای خدا. حالا الان پسترم خودش میبینه. آوردیم دادیم دست این بنده خدا. گفتم خب این دعا الان چیه؟ گفت هیچی، فقط بیا ببینم چی نوشته توش. آقا این 3 تا دعا نوشته بود، یکیش سوختنی بود، یکیش چاک کردنی بود، یکیش هم که همراه گذاشت. گفت فقط همینو واکنیم ببینیم چیه. آقا اون که زده بود همراه درش رو باز کرد، دیدم یه خط دایره وسطش کشیده بود، بعد وسط اون زده بود خسرو خرست. یعنی ما تا 1 سال خندیدیم به این. بعد همچین دعا و جادو جنبل هم از چشم من